سلام. سلام عرض کردم خدمتون. خیلی خیلی خوش اومدین. اول از هر چیز مرسی. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی خوشحال میشم که بیشتر باهاتون آشنا شیم. خواهش میکنم. ممنون از شما که من رو دعوت کردی به برنامه خوبتون. من از طرفداران پروپا قرص لایف های مانامون هستم، مخصوصا اون لایف هایی که در رابطه با خدمتون عرض بکنم که هوش مصنوعی و این چیزا بوده که دیگه یه جورایی هممون باید یاد بگیریم. ممنون از شما، ممنون از زحماتتون. سلام عرض میکنم خدمت شما، دوستدارانتون، دوستاتون، دنبال کننده هاتون و همچنین دوستان خودم. امیدوارم که بتونیم امشب در ارتقای آگاهی دوستان در این زمینه که شما با این مقدمه بسیار خوب، شما خود کار منو سخت کردید، برای اینکه اینقدر مقدمتون عالی و خوب بود دیگه من یه جوری مستقیما باید برم سر اصل مطلب. تشکر میکنم از شما، مرسی که این موضوع رو انتخاب کردید، چون خانم مظلومی شما هم بهتر از من میدونید که بعضی موقع ها در حوزه روان خیلی از موضوعاتی که خیلی حالا قلمبه سلمبه است به قول ما و خیلی یه خورده پیچیده است، طرفداران زیادی داره و خیلی ها در رابطش رو صحبت میکنن، ولی بعضی از مسائل که اتفاقا دغدغه های روزمره ماست خیلی ازشون کم صحبت میشه. یکی از اون مسائل هم همین خب که چیه، یا حالا بخوایم یه خورده علمی تر بهش نگاه بکنیم بهش میگن تردمیل لذت، که من این رو بیشتر برای شما و دوستان امشب توضیح خواهم داد. خیلی هم عالی، متشکرم. من خیلی دوست دارم که بچه‌ها کسایی که بله مثلا پیج من میان بیشتر باهاتون بله آشنا شن. بله اگر امکانش بله هست خودتون رو معرفی بله بله کنین من بله. برم من سر همیشه در صحبت. این زمینه کمکاری میکنم، چون دوست دارم همیشه وقت رو بذارم برای محتوا. من مهدی اولیایی هستم، همونطوری که گفتید 23-4 سالی که در حوزه سلامت روان کار میکنم در یک از کشورهای اسکاندیناوی به نام دانمارک در شهر کوپنهاگ. خدمتتون عرض بکنم که در سطوح مختلف تحصیلاتم در زمینه نوروسایکولوژی، یه دکترای نوروسایکولوژی دارم، فوق دکترای نوروساینس علوم اعصاب، و الانم مشغول تدریس هستم به نام استاد تمام در دانشگاه‌های مختلف اروپا و کارهای درمانی هم انجام میدم و مدیریت‌های کلینیک‌های مختلف در زمینه سلامت روان. اگر دوستان علاقه داشتن بیشتر درباره من بدونن خواهش میکنم که پروفایل رو دنبال بکنن، چون دوست ندارم زیاد از خودم تعریف و تمجید بکنم و دوست دارم وقت امشب رو بیشتر ما در زمینه موضوع صحبت بکنیم. اگر که به نظر شما کافی بود من شروع بکنم. عالی بود، متشکرم. خیلی باز ممنونم که اینجا، این واقعا باعث افتخار منه. میرم سر اولین سوال چون میدونم بله موضوع خیلی بله طولانیه. خیلی وقتا خیلی از سوالا انگار هیچ وقت قدیمی نمیشن، همینجوری نسل به نسل میان و میان و میان و نمیدونیم واقعا از کجا میان و شاید هر روز مغز ما رو درگیر خودشون میکنن. یه جایی، یک لحظه، یک شخصی برای اولین بار به جای که فقط به دورش نگاه بکنه و یک زندگی به قول معروف نباتی همینجوری داشته باشه، یه مکسی میکنه، عمیق میشه و یک سوال خیلی مهمی از خودش میپرسه که انقدر مهم بوده که نسل به نسل اومده و به ما رسیده. به نظرتون اولین بار کی انسان با این سوال مواجه میشه که خب که چی؟ بله. ببینید، من شما درباره فکر و مغز و اینها صحبت کردید، بهتره که از اونجا شروع بکنم. ببینید، مغز انسان کلاً یکی از کاراش تولید افکار، تولید فکر. به عنوان یک به قول معروف ما بهش میگیم یک استعاره پاپ کورن استفاده میکنیم. میدونید که شما پاپ کورن رو وقتی که دارید درست میکنید همینجوری پاپ میکنه و میاد بالا. این پالس ها، این پولس ها، حالا به قول ما اینها رو ما بهش میگیم فکر، که در روز تقریبا اینا شمرده شده. هر انسانی در روز تقریبا 66,000 تا فکر به سرش میاد. توجه میکنید؟ حالا افکاری که خب این فکرها میان و میرن. من اگر الان از شما یا از دوستان بپرسم که از دیروز یا هفته گذشته چه فکرهایی رو یادته، فکرهایی که شما بهشون توجه کردید، که ما در روانشناسی بهش میگیم CAS یا CAS Cognitive Attention Syndrome، یعنی سندروم شناختی توجهی. یعنی مغز انسان کلاً اون چیزی رو یادش میمونه که بهش بپردازه.
توجه میکنید؟ به همین دلیل حالا امشب خورده صحبتامون میره به علوم اعصاب و روانشناسی، خیلی هم شیرینه اتفاقا، چون ما زیاد به استراکچر و اون آناتومی مغز کار نداریم، اون کار نورولوژیستای عزیزمون، اون کار پزشکی. ما به اون مایند کار داریم یا به ذهن کار داریم، چون اتفاقاییه که در ذهن ما میفته. ببینید اون صحبتی که شما بسیار مقدمه خوبی رو گفتید برای این برنامه، ما اگر بخوایم خود علمی تر درباره‌اش صحبت بکنیم بهش میگن پوچی پس از دستیابی به هدف. خب همه ما انسان ها، من برمیگردم به سوالتون سریع، یعنی یک پیش نیازی هست اینجا. بالاخره در طول زندگیمون یک اهدافی داریم که باید یه جوری حالا تلاش بکنیم که به اونا برسیم. حالا اهداف کوچیک، اهداف بزرگ، کوتاه مدت، دراز مدت و اهداف گوناگون. سوال شما این بود که ما اصلا از کی این اتفاق افتاد؟ خب ببینید، انسان هم مثل تمام موجودات دیگه که در این کره زمین هستن دو مسئله اساسی داره. یکیش بقاه، یعنی زنده بمونه. این میشه گفت که این مسئله رو یک ویروس هم داره، یعنی هر موجود زنده ای سعی میکنه زنده بمونه. توجه میکنید؟ اگه یادتون هم باشه در دوران کرونا میگفتن این ویروس ها چقدر هی دارن قوی میشن، هی خودشونو میبرن این ور میبرن اون ور که زنده بمونن. به انسان هم در اصل یکی از مسائلش اینه که زنده بمونه. یک مسئله دیگهش اینه که تولید مثل بکنه، یعنی تعدادش زیاد بشه. به خاطر اینی که در تکامل اینطوری برنامه‌ریزی شده که شما اگر بخواید، یعنی یکی از مسائلی که به بقاتون کمک میکنه اینه که تعدادتون زیاد باشه. توجه میکنید؟ و انسان برای اینکه بتونه زنده بمونه خب باید تعداد افراد زیاد باشه، یعنی این ریپروداکشن یا این تولید مثل انجام بشه. از طرف دیگه اگر بخواد بقا داشته باشه، کمک به همدیگه، همبستگی، اینها مهم بوده. شما اگر ما بخوایم میلیون ها سال بریم به عقب، خب ما گونه 20 انسانیم دیگه، ما 19 گونه قبل از خودمون داشتیم که اینها تکامل پیدا کردن. وقتی که ما صحبت از تکامل میکنیم، چون این اِوولوسیون یا تکامل یه خورده به فارسی، حالا نمیخوام بگم اشتباه ترجمه شده، ولی یه خورده میشه گفت که ممکنه آدم تعبیر اشتباهی ازش داشته باشه و فکر کنه تکامل همیشه رو به خوبی رفتنه. به خاطر همین از لغت فرگشت هم استفاده میکنن که به معناش اینه که ما مثل تمام موجودات هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روانی یک تطبیق، یک سازگاری پیدا میکنیم با محیط اطرافمون. توجه میکنید؟ یکی از اون مسائل که در این فرگشت و اِوولوسیون و تکامل حالا مغزی ما اتفاق افتاده همین مسئله است که ما وقتی که به یک چیزی میرسیم، به یک هدفی، توجه میکنید، حالا من برمیگردم به این که ریشه و پایه و اساس نوروساینسز چیه، یا علوم اعصابش و هورمونا و اینا، به اونا کاری نداریم فعلا. تکاملیشو میخوام بگم. رضایتمندیمون کم میشه به دلیل اینکه اگر بخوایم تکاملی بهش نگاه بکنیم، شما تصور بکنید، دوستان تصور بکنن که ما در مثلا یک صحرای، یک جنگلی زندگی میکردیم چند صد هزار سال، میلیون سال پیش. بعد خب کار انسان شکار بوده، میرفته شکارشو میکرده، بعد از شکار دیگه راضی میشده، میشسته همونجا و دیگه میگفته به هدفم رسیدم دیگه. خب بعد از گشنگی میمرده. به توجه میکنید؟ به همین دلیل ما خیلی از رفتارهامون اینها برنامه ریزی شده در مغزمونه. یکی از اون مسائل همینه که ما میشه گفت که انگیزه درونی داریم برای اینی که به یه چیزی برسیم، ولی وقتی که بهش میرسیم یک اتفاقاتی میفته که اون رو من اینجا دوست دارم که از ابعاد مختلف، شما هر موقع دوست داشتید میتونید سوال بکنید، یا من چون اتوماتیزه صحبت سوال بعدی هم اینو به یک جوابی به شما دیروز گفتم. برسیم. بله، پس به همین دلیل ما نمیتونیم که بگیم که مثلا از فلان تاریخ، چون علوم اجتماعی، علوم انسانی اینطوریه، ولی میتونیم بگیم که حداقل میدونیم که از زمانی که انسان‌ها از آفریقا کوچ کردن بیرون به بیرون، این مسئله هدفمندی و هدف گذاری و اینها درشون بوده، ولی اهداف بیشتر با اون دنیای اون روزی
در اصل سازگار بوده. متوجه. به خاطر همین این مسئله این که ما یک درایو یا یک میشه گفت انگیزه درونی برای جلو رفتن داریم، این یکی از خصوصیاتیه که در انسان، در مغز انسان اصلا کدگذاری شده، چون سبب میشه که زنده بمونیم. توجه میکنید؟ بله، این از اون میشه گفت که دیدگاه تکاملیشه که نشون میده که انسان برای اینی که همونطور گفتم بهبود بده به شرایطش، مغزش یک جوری، یک گونه‌ای برنامه ریزی شده که همیشه دنبال یه چالش بعدی باشه. خب همیشه دنبال چالش، یعنی شما میرسید باز میگید مثلا، حالا من دیروز مثال دیگه برای شما زدم، گفتم یک عمر تلاش میکنید، مثلا میگید خب دیگه من سیتیزن شدم، بعد خب وقتی که سیتیزن میشید در یک کشوری که مهاجرت کردید، یه دفعه بازم میبینید ای داره اینم کافی نبود، اینم کافی نبود، اینم کافی نبود. توجه کافی میکنید؟ نبودن ها و این سوالا، این داستانا باعث میشه که دوباره از جامون پاشیم و بله بریم سراغ اتفاقا داستان. بله اتفاقا این از به خودی خود یکی از مسائلیه که پیش نیاز انگیزه و به جلو حرکت کردنه. درسته. حالا من منتظر سوالات بعدیتون میشم، چون این مسئله میتونه که یه جوری مشکل ساز هم بشه به دلایل مختلف که حتما بله. یکی از چیزهایی که من خیلی واقعا بهش فکر میکنم اینه که تو این دور زمانه‌ای که خیلی واقعا ما امکانات داریم، خیلی راحت همه چی علم و همه چی امکانات خیلی به راحتی به دستمون میاد، با تمام این پیشرفتا انگار یه گنگی، یه سردرگمی، یه نمیدونم کجام اینجا کجاست چی کار باید بکنم، خیلی بیشتر از قبل پررنگ شده توی عموم جامعه. نمیتونم بگم تو تمام، ولی تو عموم جامعه من به شخص خودم دارم میبینم، خودم دقیقا توی این لحظه هستم. جالبه که این پیشرفتا به جای اینکه بیاد به ما کمک بکنه، تازه داره ما رو گمراهتر میکنه. انگار خیلی سخت‌تر میتونیم جواب این خب که چیمون رو واقعا بدیم. چرا توی زندگی مدرن بیشتر از گذشته با این سوال خب که چی اصلا مواجه میشیم؟ بله، بسیار سوال خوبی بود. من دعوتتون میکنم که حوزه کاریتون عوض کنین و به حوزه کاری ما بیاید. ماشاءالله قد خوب این چیزا رو توضیح میدید و اینا، دیگه من نمیدونم چی بگم. خواهش میکنم. ببینید اتفاقات زیادی هست. مسائل علوم اجتماعی و روانشناسی همیشه چند وجهیه. یعنی ما نمیتونیم علت و معلولی صحبت، مثل علوم دقیقه، علوم فیزیک نیست مثلا بگیم آب در 100 درجه مثلا جوش میاد. میدونید چی میگم؟ به خاطر همین چند وجهیه. مسائل مهمی هست، حالا من چند تاشو اینجا عنوان میکنم. سوال بسیار عالی بود. ببینید یکی از مسائل اینه که سرعت زیاد شده، یعنی سرعت زندگی زیاد شده و این سرعت و این، حالا اسمشو میخوام بذاریم، من میذارم سرعت، نمیذارم پیشرفت، چون پیشرفت ممکنه که یک بار همیشه مثبتی داشته باشه، یعنی ما به سوی یک چیز خوب داریم میریم. بعضی موقع خیلی پیشرفت‌ها خوب نیستن. توجه میکنید؟ چون ما رو با اتفاقا بی‌معنایی زندگی بیشتر نزدیک میکنن. خب یکیش سرعته، یعنی در زندگی مدرن ببینید سرعت زیاد شده. حالا این مسئله سرعت برمیگرده به جامعه‌ای که یک جامعه مصرف کننده، اگر بخوام از دیدگاه روانشناسی اجتماعی ببینیم، جامعه‌ای که مصرف کننده است، مقایسه درش بسیار زیاده. الان پژوهش‌های جدید نشون میده، بسیار جالب اتفاقا، که این دسترسی از طریق فضای مجازی به زندگی دیگران، این خودش یکی از دغدغه‌های بزرگ انسانه. یعنی شما مدام حالا بخواید یا نخواید، خواسته یا ناخواسته، در حال مقایسه حال فعلی خودتون که کجا هستید و دیگران کجا هستید و این یک تهدید بسیار بزرگیه برای انسان. نه که من خدای نکرده بگم من خودم از طرفداران فضای مجازی و سوشال مدیا و اینها هستم، ولی خب ما باید مسائل دیگه هم در اصل ارزیابی بکنیم. بله یکی از این مسائل اینه، یعنی الان بسیار از پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام میشه نشون میده که این مسئله‌ای که ما دسترسی به همه زندگی ها داریم، این میتونه مشکل ساز باشه. یک مسئله دیگه اینه که ما با یک پدیده ای الان داریم زندگی میکنیم به نام پرفورمنس سوسایتی،
یعنی یک جامعه ای که شما همش باید خودتو نشون بدی، رو به جلو بری، گیواپ نکنی، موفق باشی، همه چیز تمام باشی، ورزش بکنی، خوشگل باشی، زیبا باشی، یعنی همه چی به طور یه چیز کامل. یعنی شما باید همه مسائل خوب از هر انسانی داشته باشی. منظورم از شما شخص شما نیست، منظورم اینه که این اون مسائلیه که ما الان خب اینا رو میدیاها دارن ترویج از هر میکنن. کسی یه تیکه خوبش رو برمیداریم، همه رو با هم دیگه بله دیگه. میخوایم. ببینید الان شما ببینید الان یکی از فشارهای بسیار زیادی که استرس رو واقعا در هم جوانهای ما حالشون خوب نیست. نه فقط حالا بخوام بگم ایران و نه، من الان در مدرن ترین کشور دنیا زندگی میکنم، ولی جوانهای ما حالشون خوب نیست، چون همش باید رو به جلو برن، همش باید موفق باشن، همش باید یه کاری خارق العاده انجام داده باشن. توجه میکنید؟ و حالا این جامعه رو شما بیاید در اصل یه جوری با یک جامعه‌ای که خب حالا چند سال پیش بوده مقایسه بکنید که انتخاب ها توش خیلی کمتر بوده، هر کسی چارچوب خودش رو میدونسته. مثلا میگم اگر یک خورده بخوایم بریم قبلتر، حالا نسل پدران ما، اگر پدر مثلا در زمینه نمیدونم فلان شغل بوده، پسرم همون راهو میرفته. یعنی انتخاب ها خیلی کمتر بوده. مثلا خانواده خود ما از خانواده ای میایم که همه در کار گل و گیاهن، همه. یعنی شما الان برید در ایران ما شناخته شده. خب اگر من در اون نسل زندگی میکردم، خب منم میرفتم تو کار گل و گیاه. یعنی همه چی در اصل آماده بود، همه چی شسته رفته بود، همه میدونستن. من نمیخوام بگم اون خوب بود الان بده ها، ولی چون شما سوال کردید، این مسائل سبب شده و مسائل بسیار زیاده دیگه که شما در جامعه مدرن انتخاب های بسیار زیادی دارید. شما از سن کودکی و بدونید میخواید چی کاره بشید. شما وقتی میخواید برید دبیرستان، قبلا میگفتن رشته ریاضی، مثلا رشته فیزیک، حالا من زیادم خوب یادم نیست، ولی الان بچه‌ها که میخوان برن دبیرستان، حداقل اینجا اینطوریه، مثلا یه چیزی در حدود 50 تا رشته وجود داره. خب شما فکر کنید یه جوون 14 15 ساله بعد از الان انتخاب کنه که آیا فرانسه بخونه بهتر یا چینی به عنوان زبان دوم. حالا من اگه بخوام یک جمع‌بندی بکنم، این سرعته، این فرهنگ مقایسه کردن که همه باید، میبینید دیگه الان در فضای مجازی هم، خب من خیلی فضای مجازی رو رصد میکنم، گروه ها رو دنبال میکنم، پیج ها رو میبینم، میبینید که کلا این زندگی خوب داره ترویج داده میشه. یعنی یک سبکی که خب همه هم ممکنه توانشو نداشته باشن، استعدادشو نداشته باشن، منابعشو نداشته باشن، اصلا شرایطشو نداشته باشن. ببینید این چیزا خیلی مهمه. من نمیتونم که چون دستور قضا که نیست، ما میتونیم بگیم مثلا این یک سبکایی الان ترند شده که این سبکا رو، خب اگر من منابعش و شرایطش و استعدادش و نمیدونم اینا رو نداشته باشم، 24 ساعته در فشار خواهم بود. و این فشارها، میدونید که ما یک فرمولی داریم در روانشناسی که بهش میگیم فرمول استرس. با اینکه حالا دوست نداریم همه چی رو فرمول بندی کنیم، ولی این یک فرمولیه که میگن S مساوی است با P، خدمتتون عرض بکنم، بزرگتر از R. S یعنی استرس، P یعنی پاور یا همون حالا اسم حالا فشار رو روش میذاریم، و R یعنی ریسورس، یعنی منابع. یعنی شما موقعی که منابع شخصیتون، انسانیتون، جسمیتون، حمایت‌های اجتماعیتون، همه اینها کمتر از اون فشارهایی که شما از هم بیرون بهتون وارد میشه، هم فشارهایی که از درون و فشارهای درونی هم هست، مثل انتظارات زیاد از خود، انتظارات غیر واقعی، خدمتتون از کنم پرفکشنیست بودن، کمالگرا بودن، من باید همیشه بهترین باشم، اینها انسان میبره به سوی اون چیزی که امروزه من میتونم به شما بگم از طاعون و وبا و نمیدونم ایدز و همه مریضی های دیگه، مشکلات دیگه، خیلی داره انسان بیشتر اذیت میکنه، و اون استرسه. دقیقاً با بله، تمام وجود همه اون گریبانگیرمون شده هممون. واقعا. یعنی ببینید دقیقاً. اصلا این یه چیزی نیست که مثلا یکی بگه نه من ندارم.
من دقیقا همین نمیشم. داستانی که از هر پیجی توی سوشیال مدیا اولا که همش نگرانیم که وای داریم دیر کردیم، وای بدوین برسیم به یه چیزی که بله واقعا داره همون بله علم جدید میاد، اینو یاد نگرفتم اونو یاد نگرفتم، بله کدوم بره بله، داستان شما واقعا همش ببینم. در ترس اینید. دقیقاً خیلی خوب گفتید. هممون اینطوریم که انقدر داره همه چی به سرعت میره جلو. مثلا من همیشه از خودم شروع میکنم. من الان یک ترسی درم هست که من واقعا دارم از این ماجرای هوش مصنوعی و ای آی و اینا عقب میفتم. یه جوری بعد حالا این همه کار و زندگی و پروژه و 2 تا کتاب دارم مینویسم و نمیدونم اینا رو هم بعد شما شروع میکنید به چی؟ به فروپاشی. یعنی یک دفعه فرو میپاشید، یعنی هیچ کدوم دیگه نه تموم میشه نه به پروژه هاتون میرسید، برای اینکه یک ترسی از دست دادن هست، از عقب موندن هست. این فضا هم شما رو همینطوری داره پوش میکنه، میفرسته جلو. از اون طرف هم هر روز اینستاگرام رو باز میکنید، مثلا شخص خود من میبینم ایداد بیداد یه سری افراد هستن صبح تا شب دوربین جلوشونه میرقصن و عکس فیلم از خودشون میگیرن و چقدر خوشحالن. ممکنه آدم فکر کنه بگه واقعا زندگی، حالا من این فکر نمیکنم، ولی ممکنه جوانهایی باشن فکر کنم خب اینا چه جوری زندگی من میکنن. دقیقا هفته پیش خواهرم و پیشم رفت، یه شب نشسته بودیم داشتیم حرف میزدیم، بعد من یهویی واقعا جدیدن یه حس استرسی میاد بالا، یه حالت پنیک میشم، بله همش این مدلی هم که وای دارم جا میمونم. بعد بله این داستان انقدر استرس منو زیاد میکنه واقعا به حد سکته منو میرسونه. بعد خواهرم داشت بله میگفتش خب الان مثلا چرا میترسی؟ من واقعا احساس میکنم جا بمونم، احساس میکنم مثلا واقعا اون حس بقام میزنه بالا که ممکنه بله که الان من از گشنگی بمیرم. و میگفتش که مانا خب تو الان برای بقا احتیاج نداری که مثلا لباس فلان یا مثلا زندگی فلان یا داشته باشی، فوقش میریم با هم دیگه یه جا یه بله سیب یه زمینی یه میکاریم، با هم دیگه چادری سیب میزنی. زمینی میخوریم تو آتیش، خیلی هم زندگی بله قشنگیه. به خدا بله. همین مسخره بازی هم بهم گفت، یا گفتم آره من نمیمیرم، من میتونم واقعا هم سیب زمینی بخورم و زنده بمونم. نه دقیقا همینه. اتفاقا شما ببینید این علائمی که خب ما الان نشانه بگیم علائم بگیم، مثل خب وقتی که تو این مشکلات میفتیم و حالا تپش قلبه هست، دوبینی هست، حالت تهوع هست، نمیدونم دستگاه گوارش ممکنه به هم بریزه، بعضی ها انرژیشون میره، نمیدونم پاشون بی‌حس میشه، دست گیز. این علائم ما کاری نداریم. اینا اگر بخوایم از دیدگاه علوم اعصاب و روانشناسی نگاه بکنیم، اگر که شخص مسائل فیزیولوژیک نداشته باشه، یعنی مشکلات پزشکی نداشته باشه، نمیتونیم ما همه چی هم بگیم روانیه. اول باید اونها در اصل ارزیابی بشه. ما فکر کنیم که خب بگیم که بعد شما نه مشکل گوارش مثلا دارید نه قلبتون مشکل داره، پس اینا چیه؟ ببینید اینا نشانه اینه بدن شما داره به شما میگه یه چیزی سر جاش نیست، یه چیزی داره شما رو تهدید میکنه. مشکل اینه که مغز انسان خیلی جالبه، همونطوری که چندین میلیون سال پیش عمل میکنه همونطوری عمل میکنه. یعنی همونطوری که این حالتی که الان شما برای من گفتین مثل میمونه که شما در یک جنگلی مثلا مار افعی دیدین و این مار افعی میخواد چیکار بکنه؟ میخواد شما رو بزنه و شما میدونید این اگه بزنه کار تمومه تو 6 دقیقه. ولی شما نشستید در خونه خودتون، در کشور خودت، در شهر خودتون، کار و زندگی همه چی هست، ولی بازم بدن داره به شما نشونه تهدید میده. برای اینکه این تهدیدها فقط عوض شده. توجه میکنید؟ در اصل مغز انسان همون کارو داره میگه که مواظب خودت باش، یه چیزی داره تهدیدت میکنه. دقیقا. و وقتی که شما شخصی که حالا خواهرتون بودن جاشون هم خالی نباشه به شما گفتن که خب اتفاقی نمیفته، چرا حالا مثلا فاجعه سازی میکنه، فوقش میریم با هم زندگی میکنیم یا فوقش اینا، یعنی بعد شما چه مسئله براتون پیش میاد؟ شما میبینید نمیمیرید. درسته. اتفاقا پنیک انگزایتی یا همین حمله حالا وحشت زدگی یکی از مسائل اصلیش اینه دیگه. شما وقتی که پنیک میگن، پنیک شو، خیلی هم واقعا هم وحشتناکه، خیلی وحشت. اصلا توصیفش من به همه میگم فکر نکنین این چیزاییه که به دانشجوها میگیم تو کتابا میخونیم. این پنیکه، این وحشت زدگیه، اینی میمونه که آدم هر لحظه فکر کنه داره میمیره. خب این خیلی وحشت آوره. و و یکی از مسائلش همینه دیگه. شما انقدر فشار، این دویدن ها، این احساس عقب موندگی از همه، این مقایسه ها، اینی که من الان باید کجا بودم الان اونجا نیستم،
منظورم از این هدف هایی که داشتم. ما در روانشناسی، حالا در روانشناسی مدرن یا حالا موج سومی بهش میگیم که انسان موقعی در زندگی در رنجه که فاصله زیادی بین اون چیزی که درش هست و داره، منظور از داشتن فقط داشتنهای مالی نیست، یا اون زندگی فعلی و خواسته‌های فعلیش با اون زندگی کیفیش یا اون ایدئالش زیاده. یعنی هر چقدر که این فاصله زیادتر باشه شما بیشتر رنج میکشید. به همین دلیل هم هست که در روانشناسی مدرن و علوم اعصاب مدرن خیلی کمتر از گذشته و از رویکردهای میشه گفت که کلاسیک، که بیشتر برمیگشت به این که شما اگر میخوای زندگی خوبی داشته باشی ما باید گذشته تو حل کنیم، نه که بیاد بگه که گذشته هیچ تأثیری نداره، هیچ مفهومی نداره، هیچ ارزشی نداره. اصلا اینطوری نیست. ولی میاد چی میگه؟ میاد میگه که ببین، بیا ما با هم کار بکنیم که شما به اون زندگی ایدئالت نزدیکتر بشی، چون هر چقدر نزدیکتر بشی رنجت میاد پایینتر. و شما باید این رو بدونید که این نزدیکی به اون زندگی ایدئال فقط در یک چیزه، در دو چیزه. حالا من یه چیزم اضافه میکنم. یکی انتخاب‌های شماست، یکی رفتار شماست. یعنی شما میتونید که خط رفتاریمون تو مسیر انتخابمون هست یا نه. دقیقاً خیلی از افراد هستن، شما هم دیدید، چون شما هم میدونم که با افراد بسیار زیادی در تعامل هستید، میدونید خیلی چیزا میخوان ولی در پیرو اون حرکت نمیکنن. مثلا خیلی از افراد، حالا بیایم یک مثالی بزنیم که هممون میشناسیم، دوست دارن سلامت زندگی کنن و کاهش وزن داشته باشن. خب این مسئله الان اینو بذاریم به امید خدا یک لایو دیگه، ولی من اینو به عنوان مثال بگم چون دغدغه همه هست دیگه، سلامت زندگی کنیم و کاهش وزن. خب ما اگر بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، چون شما خب الان در زندگی اکتوئل یا فعلی راضی نیستی، سلامت زندگی نمی‌کنین، وزنتون هم مثلا زیاده، ایدئاله اونجاست و دارید رنج میکشی، ناراحتی میکشی. از اون طرف دیگه هم میبینی کل جامعه هم داره به یک ترند سلامتی هم هست، اونم فشار داره میذاره و خیلی چیزای دیگه. من وقتی میام با شما صحبت میکنم میبینم شما این فقط یه خواسته است، برای این خواسته هیچ رفتاری نمی‌کنی که به اون دنیا ایدئال نزدیک‌تر بکنی. اتفاقا رفتارها و انتخاب‌هایی که تنظیم کردی برعکس. به خاطر روزانم بله مرتبط به خواستم اون طولانی دقیقاً. اینم به دلیل اینه خانم مظلومی عزیز، مانا خانم عزیز، به دلیل اینه که انسان‌ها کلاً به خاطر اینی که خیلی کلی نگرن، توجه میکنید؟ یعنی به خاطر اینکه مغز دنبال معناست و انسان ها خیلی کلی نگرن، اهدافشون هم بیشتر مواقع اهدافی میشه که واقعا خیلی دوردسته و خیلی بزرگه. و به همین دلیل مثلا میگم، و من یک مثال بزنم، مثلا طرف مهاجرت میکنه با یه پول خیلی حالا خوبی، کمی حالا هرچی، بعد میگه میخواد مثلا چیکار میخوای بکنی؟ میگه میخوام هتل بخرم. خب خیلی خوبه، ولی همینی که الان تو نمیتونی و قدم به قدم جلو نمیری، همین سبب میشه که همین پولات میره همون هتل رو نمیخری. خب به خاطر همین هم است که در روانشناسی مدرن خیلی روی میکرو چویس ها کار میکنن. یعنی میگن شما هر چقدر میخوای اهداف بذار، اصلا برو به کره ماه، ولی رو میکروها کار کن، رو اهداف خرد کار کن، چون اینها هم تو راه نگهت میدارن، هم از لحاظ اون قسمت پاداش بهت کمک میکنن که نمونی، مسیرت عوض نشه، و هم قدم به قدم اگرم به اون هدف بزرگ نرسیدی حداقل نقطه صفر نیستی. درسته.
دقیقا. خب دقیقا من میکنه. برم سر سوال بله بعدی، انقدر بله. من میدونم این موضوع کش خواهش داره می‌کنم. که واقعا ساعت ها بله میشه در موردش بله صحبت کرد. وقتی که سوال خب که چی واقعا به ذهنمون خطور میکنه، یه احساس میکنیم یک تغییر عمیقی، یه داستانه که واقعا خیلی عمیق تر از فکرای روزانه همینجور عادیه واقعا سراغمون میاد. یه جوری مکسید خیلی عمیق رخ میده. میشه بهمون بگید از دید روانشناسی یا نوروساینس چرا مغز ما این سوال رو هی ایجاد میکنه که ما خیلی عمیق‌تر بشیم، درونی‌تر بشیم به سمت خودمون؟ بله بله. ببینید ما یک میشه گفت شبکه‌ای داریم. آخه مغز انسان اینم بگم، خیلی فکر میکنم مغز انسان یک عضوه، مثلا کلیه یا مثل کبد، ولی اینطوری نیست. مغز انسان اولا طبقه بندیه، بعد بله بعدم چند عضوه، بعدم این مغز انسان خدمت شما عرض کنم در طی تکامل هی لایه لایه روش اومده. حالا اینا رو استعاره ای میگم نه که مثلا مثل کیک نیست، ولی لایه لایه‌ایه، لایه لایه روش اومده. یعنی هر چقدر که این لایه ها روتره، مغز میشه گفت آگاهیش بیشتره. توجه میکنید؟ حالا من اگه بخوام یک چطوری بهتون بگم، خیلی کوتاه براتون توضیح بدم و از یک استعاره‌ای که حالا در اعصاب استفاده میشه، اینه که میگن مغز انسان یک طبقه بندی بخوام بگم، میشه گفت که طبقه بندی ها مختلفه، ولی این طبقه بندی جالبه. اون قسمت اولیه‌اش که بهش میگن مغز رپتیلی یا مغز خزندگان، خب بیشتر یک وظایفی داره برای خودش. توجه میکنید که این وظایف مثلا میشه گفت که سیستم هایی که بعد اتوماتیزه بشن، مثل تنفس و مثل خیلی چیزهای دیگه، اونجا پردازش میشه که این در خزندگان هم هست، مثلا مارمولک. توجه میکنید؟ نه که اینکه ما مغز مارمولک داشته باشیم، مغز ما اون قسمت میشه گفت هسته اولیش اینطوری کار میکنه، گریز و خطر و حمله و این چیزها. یعنی ما وقتی که مثلا یکی بهمون حمله میکنه بدون هیچ گونه فکری ما هم حمله میکنیم، اونجاست که کار میکنه. درسته. بعد اون لایه های بعدی میاد که حالا مغز پستاندارانه و مغز انسان خردمند که خب خیلی میتونه پیش بینی بکنه، پیشگویی نه، پیش بینی بکنه، برنامه‌ریزی بکنه، مخصوصا این قسمت جلوی مغز که ما بهش بگیم پری فرونتال کورتکس یا حالا پیشانی. برنامه‌ریزی اینجا قرار گرفته. بعد خدمت شما عرض بکنم که تنظیم هیجانات، خدمت شما عرض بکنم خیلی از مسائل دیگه. درسته. حالا کلا مغز دنبال معناست. یک شبکه‌ای هست بهش میگن سنترال کوهرنس، که این سنترال کوهرنس یعنی همش دنبال اینه که از اجزای کوچیک یک معنی بسازه. برای همین مغز همش دنبال چراست. این چراها هم انسانو بیچاره کرده، به خاطر اینکه دوست داره مثلا طرف مثلا 16 سال پیش از یک پارتنری جدا شده، الان 16 سال داره فکر میکنه که این چرا منو ول کرد. خب وقتی که پیش من میان میگم خب من میتونم 16 سال دیگه به شما وقت بدم بری فکر کنی، به نتیجه نمیرسی، یا میتونم بهت بگم به این سه دلیل راحت میشی که این پرونده رو ببندیم. میدونید چی میگم؟ به خاطر اینکه مغز کلا، من الان به شما یه عکس نشون بدم، مثلا یک مادر، یک پسر داره گریه میکنه، داره روی کاغذ چیزی مینویسه، بگم شما اینجا چی میبینید؟ شما میتونید ساعتها برای من صحبت بکنید که چی میبینید، چون مغز شما به سوی معنا میره، دنبال یه چیزیه. توجه میکنید؟ به سوی مینینگ میره. وقتی که این مینینگ نباشه، خب اون مسئله پوچیه به وجود میاد. خب مثل این میمونه. برای همینه که ما صحبتمون اینقدر هی صحبت از ارزش ها میکنیم، میگیم ارزش ها ارزش ها ارزش ها ارزش ها، به دلیل اینکه به این دلیلی که ارزش ها مغز انسان و زندگی رو برای انسان معنادار میکنن. من براتون مثال میزنم. یعنی وقتی که مثلا میگیم یک شخصی دوست داره به دیگران کمک کنه، کمک کردن یک ارزشه براش، خب میره زحمت میکشه، مثلا رشته پزشکی میخونه، پزشک میشه. وقتی که پزشک میشه دیگه به اون پوچیه نمیرسه، چون این کمک کردن، چون هدفش در پیرو ارزش درونیش بوده و کمک کردنش که هیچ موقع تموم نمیشه. پس مادام العمر یک پزشک موفقه، چون همش داره کمک میکنه.
ولی اگر همین شخص بیاد بگه من میخوام پزشک بشم چون مامانم خواسته، یا من میخوام پزشک بشم چون خیلی درآمدش بالاست، وقتی که به هدف میرسه خب تموم میشه. چون شما یا میتونید حتی یه وجهه اجتماعی خیلی خوبی داره که از اون حتی بیرون به چه تشویق میگیرن. اجتماعی، همه اینا من خودم یعنی نمیخوام این منم بکنم، ما خب با این افراد در کاریم دیگه، میبینیم درسته. و تموم میشه. به خاطر همینه که اینقدر انرژی روی این ماجرای ارزش ها هست که شما ببینید در اون مسیر ارزش هاتون اینا رو اول کشف بکنید. ببینید من مثلا من میخوام زندگیم چطوری باشه، خب کجا چه نیازهاییم برآورده میشه، کجا میتونم شاد باشم، کجا میتونم حس رضایتمندی داشته باشم، یعنی اینی که حس کنم که دارم رو به جلو میرم. انسان کلا حالا این چیزایی که من میگم، صحبتایی که امشب میکنم، به هیچ عنوان صحبتای خودم نیست، اینا پایه و اساس علمی داره. دوستانم اگه خواستن حتما براشون میفرستیم مقالات رو. ببینید سه مسئله وجود داره برای اینکه جواب سوال شما رو بدم که اینا پژوهش شده دیگه در این مسئله، اینی که انسان اصلا که احساس خوشبختی میکنه. خب آیا انسان وقتی که فقط پولدار بشه خوشبخته؟ میدونن نه. نمیدونم پول چیز مهمیه، سرمایه بله، ولی حد داره. خب بعد اینا اومدن اندازه گیری کردن که اصلا چه اتفاقایی میفته، چه کار باید کرد. ببینید میشه گفت یه میز سه پایه رو باید در نظر گرفت که یکی از این پایه ها هپینسه یا شادیه، یکی از این پایه ها ستیسفکشنه یا حس رضایتمندیه. من اینا رو خیلی کوتاه توضیح میدم. یکی از این پایه ها که بسیار مهمه مینینگ، یعنی معنا. خب مغز انسان بایدیه، یعنی راهی نداره. اگر تعادل بین این سه وجه در طول زندگی نباشه، ما اینها رو داریم برای افرادی میگیم که حداقل های زندگی داشته باشن ها. چون بعضی موقع دوستان میگن آقا ما مثلا نمیدونم کرایه خونه‌مون نداریم بدیم، پول نداریم، فلان نداریم، اینجوری نداریم، این بله، این چیزها برای موقعیه که حداقل ها باشه. بعد ما میریم سراغ رضایتمندی و نمیدونم شادی و اینها. مغز انسان جوری طراحی شده که باید، یعنی اینو ما در تکامل هم میبینیم، بعد انسان‌های اولیه نخستینی ها هم، انسان‌های نخستین هم میبینیم که اینها مثلا بازی میکردن، خب کارایی میکردن که حالا رسم و رسوم بوده، بخندن، یا کارهایی که زیاد ازشون انرژی فکری نبره. این یکی از نیازهای مغز انسان، تفریح بدون دغدغه، بدون اینکه فکر بکنه، بدون اینکه خدمت شما یه چیزی که شادش کنه. چون این شاد بودنه ماشه چکانه، خدمت شما عرض بکنم که اون درایو و انگیزه است. قسمت بعدیش اینه که این کافی نیست، که انسان موجودیه که باید احساس بکنه. برای همین ما میگیم روان شناسی یعنی یه چیز روانه. انسان یک موجود روانه، مثل یک جوب. میدونیم هم اگر که یه جا بمونه مثل آب پژمرده میشه، میگنده. ببخشید من از این کلمات استفاده میکنم به عنوان استعاره. این ستیسفکشنه اونجاییه که آدم خودش رو باید ببینه که خب با تلاشایی که داره میکنه، اهدافایی که داره، کجا قرار گرفته. این خیلی مهمه خانم مظلومان، خانم عزیز. انسان اول باید ببینه کجاست. مثل جی پی اس، شما وقتی در ماشین میرید جی پی اس میزنید، اول لوکیشن رو پیدا میکنه، بعد مسیر رو نشون میده، بعد مقصد رو. ما خیلی از افراد رو میبینیم مسیر و مقصد و همه چیشون هست، ولی لوکیشن خودشون رو ندارن، نمیدونن چی کیان، چی میخوان، برای چی تو این دنیا هست. این لوکیشن که پیدا بشه، من کجا قرار گرفتم، کجا دارم میرم، چقدر باید برگردم عقب و نگاه کنم، چقدر پیشرفت کردم نسبت به دیگران، چقدر واقع بینانه به استعدادها، به شرایط خودم نگاه میکنم. شرایط بسیار مهمه. انسان ها اصلا اینطوری نیست شما به هر چی بخواید میرسید، خواستن توانستن است، نمیدونم اینها اصلا پایه و اساس علمی نداره. ولی چرا؟ تلاش داره، پایه و اساس علمی داره. ولی خب خیلی از انسان ها خیلی چیزا رو میخوان، ولی در یک شهری در مثلا جنوب آفریقا به دنیا اومدن، شرایطش رو ندارن یا منابع هوشیش رو ندارن.
ولی هر انسانی میتونه یک حس رضایتمندی نسبت به شرایط خودش ایجاد بکنه. و سومی که برمیگرده به این ماجرای پوچی و به هدف رسیدن و موفقیت و این چیزها، و اون هم مینینگه. اون در رابطه با اینه که خب من میگم، میخندم، شادم، دوستای خوبی دارم. دومی، من دارم پیشرفت میکنم، رضایتمندی دارم، تلاش دارم میکنم. ولی چرا؟ معنایی اصلا برای چی من تو این دنیا هم؟ اونجاست که من یک مسئله خیلی مهمی رو به شما و دوستان بگم. اینا هم تحقیقات شده که باید ارزش ها ارزیابی بشه برای هر شخصی. ساده هم نیست، خیلی ها نمیدونن، بعد کمک بگیرن که اصلا من ارزشام چیه. من بعضیا دوست دارن فکر میکنن ارزش رو با اهداف یه خورده ترکیب میکنن. بله، اهداف میتونن که در پیرو و در مسیر ارزش ها باشن، ولی اهداف رو شما بهشون میرسید، تموم شدنی هست، ارزش ها نیستن. مثلا من میگم من میخوام پدر خوبی باشم، این یک ارزشه. خب من میخوام دوست خوبی باشم. آیا کسی میتونه به من بیاد بگه خب دیگه تموم شد، تو دوست خوبی بودی؟ نه واقعا. هیچ موقع تموم شدنی نیست. ولی من اگه بگم من میخوام مثلا PhD بگیرم، خب این یک هدفه، میرم میگیرم، بعدم میشینم میگم خب حالا گرفتم، حالا که چی شد؟ حالا باید برم مثلا پست دکترا بگیرم. اینا هم که دیدین افرادی که مادام علوم دارن تحصیل میکنن، چون هی فکر میکنن هر چقدر برن جلو اون حاله خوب میشه. ولی خوب نمیشه، چون شما هر چقدر صحنه رو عوض کنین مثل یک هنرپیشه میمونه، مثل یک رقاصی میمونه که نمیتونه برقصه در روی یک سنی، یک ستینگی، سن رو عوض میکنه. خب این سن عوض کردن، ستینگ عوض کردن که شما رو رقاص نمیکنه. و این ماجرا رو ما در مهاجرت هم داریم که ما حالمون خوب نیست، ما مشکلات زیادی داریم، شخصی، بین فردی، روابطی، و فکر میکنیم اگر جامون عوض کنیم خوب میشه همه این چیزا. یعنی یک حالت هایپر، بهش میگن هایپر فوکس پیدا میکنیم. فکر میکنیم، خیلی از ماها اینجوریم، فکر میکنیم خب من دیگه به این هدف رسیدم، دیگه همه چی خوبه. چون موقعی که داریم هدف گذاری میکنیم فقط خوبی ها رو میبینیم. پس در این صورت این مسئله پوچی پس از رسیدن به هدف به مسائل گوناگونی ربط داره. یکی از این مسائل، حالا ما بخوایم خود علوم اعصابیش هم بکنیم، یه خود وارد شیمی مغزم بشیم، اینه که کلا هیجان انسان، یعنی از اون سطح تطبیق دوپامین مغز وقتی که به هدفش میرسه کمتر میشه، چون مغز انسان سازگاری پیدا میکنه، تطبیق میده خودشو با اون خدمت شما عرض بکنم که شرایط جدید، و یواش یواش دیگه اون هانیمون از بین میره. اون مثل من همیشه بهش میگم یه فاز هانیمون. خب این مسئله رو ما در همه چیز داریم، در روابط پارتنرشیپی هم، در ریلیشنشیپ هم داریم. خب همه میدونن که با چه آتشی شروع میشه و به کجاها میره اگر که مواظبت نشه ازش. و اگر معنای مفهوم یک عشقی، حالا یک معنای یک چیز محکمی نباشه، واقعا بعد از اون که اون آتشه میره کلا میبینی حالا اون هدف بدون رسیدن اون آدمه پوچ میشه. بله، چون شما بالاخره میرسید، بالاخره انسان حالا تلاششو میکنه که به اون اهدافش برسه. به خاطر همین هم هست که هدف داشتن، برنامه ریزی، همه این چیزا بسیار مهمه، تلاش بسیار مهمه، ولی باید در مسیر ارزش ها باشه. آقای دکتر، خب که چی انگار یه قدرت بسیار عجیبی داره، چون که خودم الان توی این لحظه دارم با تک تک سلول هام احساسش میکنم، زندگیش میکنم. یعنی من الان اینجوری هم که میخوام غذا بخورم میگم خب که چی، این خب که چی، اصلا خیلی تو فکر کنم بحران 30 سالگی دلیلش. یه سری آدم ها رو میبینیم که 40 سالگی رو ندیدین. 40 سالگی آره شنیدم، هر وقت میگم بحران 20 سالگی همه میگن ببخشید 30 سالگی، همه میگن اوه 40 سالگی یا نه. نه ببخشید. ولی اینکه خیلی ها هستن به واسطه این قدرت زندگیشون و مسیرشون رو کاملا تغییر میدن، شاهکارهایی خلق میکنن که واقعا سالیان سال الهام بخش همه این ماست. ولی متاسفانه بعضی هم هستن که به یه پوچی، به یه بنبستی، به یه دست خالی واقعا میرسن. اینکه چطور یه سوال
همزمان میتونه الهام بخش و واقعا خوب باشه، همزمان میتونه تخریب کننده و مضر باشه. چی باعث این تفاوت میشه؟ ببینید، خب انسان ها همونطوری که در قیافه و نمیدونم رفتار و اینها متفاوتن، در عکس العملها و پاسخ دادنها به افکار هم متفاوتن. علم جدید روانشناسی خیلی گفته های خوبی داره در این زمینه و یکی از اون مسائل اینه که ما خب سالها، تا شاید به شما بگم حتی 5 سال پیش، خیلی انرژیمون رو میذاشتیم روی محتوای افکارمون. یعنی اینی که الان این گفتمان هایی که گفتگوهای درونی که با خودمون داریم، این گفتگوها محتواها چقدر میتونه به ما آسیب بزنه. ولی در این چند سال اخیر با پژوهش هایی که شده نشون داده شده که درسته که محتوا مهمه، حالا صحبت از افکار منفی و میدونید دیگه خودتون، مثبت اندیشی و اینها، درسته که محتوا مهم، ولی اون چیزی که از محتوا مهمتره فرایند پاسخ فرد به اون محتواست، به اون فکره. حالا من مثال برای شما دوستان میزنم کوتاه که ببینید ماجرا چیه. ببینید، تصور بکنید که شما در محل کارتون هستید، در حالا ادارتون هستید به قول قدیمی‌ها، همه دارن میرن خونه، شما کارتون تموم نشده. یکی از همکارا میاد میگه هنوز کارت تموم نشده. خب این مسئله میتونه چند فکر در سر شما بیاره دیگه. خب اینی که مثلا حالا شاید ایشون میخواسته شما رو جلوی رئیستون کوچیک بکنه، شاید میخواسته نمیدونم، هزار فکر سرتون میاد. اگر خب این افکار منفی باشن، شما احساسات منفی تجربه میکنید و رفتار منفی نشون میدید. اگر این افکار مثبت باشن، مثلا شما فکر کنید ای چه همکار خوبی، شاید خواسته بیاد کمک هم کنه که منم مثل اونا برم خونه. خب شما احساسات مثبتی پیدا میکنید و رفتار خوبی باهاش، یه لبخندم بهش میزنید. خب این میشه خب یک صحبت محتوایی. اما چیزی که ما امروزه میدونیم اینی که بعد از این اتفاقات، اینی که شما چقدر توجه به این مسائل و این افکار میکنید، یعنی چقدر زمان روش میذارید و چقدر درگیرش میشید. این فرایند در اصل میشه گفت که ریشه و اساس اون فرایند یا اون تله‌ایه که خیلی از انسان‌ها توش میفتن و اون استفاده مثبت رو از اون چرایه نمی‌کنن. یعنی اون چرایه به جای اینی که کاربردی بشه، در اصل بسازه یک چیزی رو، تخریبگر میشه. چون شما در یک انسان در یک دایره معیوب از نشخوار ذهنی میفته در رابطه با خیلی چیزهای زندگی و هی فکرم میکنه داره خیلی تحلیلی و عمیق زندگی میکنه، خیلی فلسفی و تحلیلی و کتاب میخونه و همه چی رو تایید، ولی هی داره فرو میره، چون اینها بهش کمک نمیکنه که حل مسئله بکنه. یعنی افکاری که فکر کردن که بد نیست. ببینید، ما همش باید سوال بکنیم، فکر بکنیم، چون اصلا مغز انسان جوری طراحی شده. انسان خردمند انسانی که میتونه فکر بکنه، انسانی که از تجربیاتش در اصل میشه گفت استفاده میکنه، به دیگران حتی انتقال میده. ما این تکاملی که در انسان به وجود اومده، تکامل زبانی، که حالا میگم تکامل، ما خیلی چیزا هم تازه عقب رفتیم. یعنی مثلا فک انسان اومده ضعیفتر شده برای اینکه ما بتونیم یک آرواره‌ای داشته باشیم که بتونیم حرف بزنیم. میدونید خیلی از موجودات یکی از دلایلی که نمیتونن صحبت کنن اینه که زبونشون نسبت به محتوای دهنشون بزرگه مثلا. خب ما این تکامل رو پیدا کردیم که بتونیم حتی تجربیاتمون انتقال بدیم. ولی اگر تو اون دایره منفی بیفتیم که این سوالها ما رو بیشتر در باطلاق فرو ببرند، مثل این بشن که ما مثلا یک فیلمی دیدیم، یک فیلم میذاریم میبینیم، الان که دیگه نمیشه بگیم بتاماکس نیست، مثلا در نتفلیکس میبینیم این فیلم بسیار بد بوده، خیلی بد بوده، ولی هی این فیلم رو میذاریم میبینیم. خب این اونه که ما بهش میگیم که تکرار افکاری که بالای 2 دقیقه طول میکشن و راه حل محور نیستن. حالا اتفاقی که میفته، ببریمش به مغز و اعصاب. مغز انسان 2% از بدن انسان.
مغز انسان همین طوریش 20% از انرژی شما رو میخوره. حالا شما تصور بکنید که یک انسان، یک ماشین رو تصور بکنید در گاراژ خونه‌تون موتورش 24 ساعته روشنه. حالا شما تصور بکنید انسانی که این ذهنش 24 ساعته داره هی سوال و جواب میکنه به یه چیزی برسه. خب چه اتفاقی میفته؟ هر چی گلوکوز، هر چی انرژی از شما میخوره، شما خوابتون به هم میریزه، شما کم انرژی میشید و خستگی مزمن. به خاطر همین هم است که اگر ما به افرادی که حتما دیدید، دوستانم دیدن، افرادی که دچار اختلالات افسردگی هستن بسیار خستن. این خستگی از کجا میاد؟ اگر که مشکل فیزیولوژیک نداشته باشن، این خستگی از اون تکرار مداوم و اون نشخوار ذهنی مداوم از همین چراها میاد. حالا بعضی از انسان ها دلایلش مختلفه. پایه تربیتی داره، یعنی مدلینگ، الگو برداری از زندگی. یکی از مسائلی که به امید خدا اگر وقت شد یک لایوی حتما بذارید و منم دعوت کنید بیام صحبت کنم در رابطه با مسئله مهارت حل مسئله. چون شما هر چقدر مهارت حل مسئله‌تون پایین باشه، بیشتر گرفتار این نشخوارهای ذهنی و افکار سوالهایی میشید که اینها تکراریه ولی مهارت حل مسئله ندارید، نمیتونید برید جلو. بعضی از انسان‌ها مهارت حل مسئلهشون بالاست، از لحاظ لوح ژنتیکیشون، خب حالا میشه گفت اون نوروتیزیسمشون یا اون استعداد به ترسشون یه خورده پایین‌تره. اینم هست، البته سهمش کمه. تربیت هست، مدلینگ هست، یعنی چیزی که از پدر مادر و جامعهمون یاد گرفتیم و خیلی از مسائل دیگه که سبب میشه که ما این به قول معروف این طرفی باشیم یا اون طرفی. درسته. من چون که واقعا میتونم بگم چند ماهیه که درگیر این داستانم، کلا آدم خیلی فکری و خیلی بخوام همه چی رو تجزیه تحلیل کنم، سوال توی مغزم زیاد باشه، بله. تا به امروز که به 30 سالگی رسیدم کلا نبودم. من چه داشتم زندگی میکردم واسه خودم، بله. میدویدم که ببینم بله. آینده قراره چه اتفاقی برام بیفته. بله. ولی توی این چند وقتی که توی این لحظه بیشترین چیزی که واقعا حال منو عمیقا خوب میکنه اینه که هر کاریو که منو به لحظه میاره رو انجام بدم، تا نه از ترس از آینده، اینکه کجا قراره برم و اینکه کجا بودم. اینقدر فکر کردنای منو واقعا به یه سکوت برسونه. مثلا طبیعت یا ورزش کردن یا بله. بله. مثلا مدیتیشن کردم. اونم مدیتیشن رو واقعا من خودم خیلی سعی کردم بشینم اینجوری مدیتیشن کنم. مدیتیشن های مخصوص خودم الان ترک کردم، مثلا بله. زیر دوش یا مثلا بله. موقعی که دارم پیاده روی میکنم مدیتیشن میکنم. واقعا توی لحظه اومدن انگار تمام این مسائل رو برای من داره حل میکنه. اینکه آقا اوکی یک بار فکر بکن به اینکه قراره کجا بری، بعد برگرد این لحظه رو زندگی بکن. بله. بله. این خیلی چیزی بودش که این اصلا واقعا من خودم رو تجربهش میکنم. هسته اصلی این اسنس این کار، هسته اصلی اصلا این ماجرا اینه. ببینید الان شما یا دوستانی که در این برنامه لطف کردن و وقتشون رو گذاشتن اومدن، برگردن به 10 سال قبل ببینن چه نگرانیایی داشتن و امروز بشینن فکر کنن که چند درصد از اون نگرانی اتفاق افتاده. من بهتون قول میدم زیر 20%. مثلا 70 80 بعضی موقع 90% از این چیزایی که ما نگران هستیم در بارش، یا حالا به قول ما مش میگیم وری، اینا هیچ موقع اتفاق نمیفته. ولی مغز اونم دوباره برمیگرده به اون تکاملش، به اون قسمتی که باید همیشه در حالت آلارم باشه، در حالت در اصل بیداری باشه که ما رو یه موقع ببری، گرگی، ماری چیزی نزنه و نخوره. به همین دلیل هی ما رو میخواد ببره قبل، هی اینا رو بیاریم جلو، هی میخواد به ما بگه ببین ممکنه اتفاقی بیفته در آینده. حالا تازه این انسان هایی هستن که میشه گفت مثلا حالا زیاد در زندگی ضربه ندیدن، تروما ندارن و اینها. اگر برگردیم به انسان هایی که خب حالا میشه گفت که آسیب های کودکی داشتن، نمیدونم تروماهای مختلف رو تجربه کردن، این چیزا درشون بسیار قوی تر میشه. هم این فلش بک ها، همین فلش فوروارد ها، یعنی به آینده. فقط هی شما بشینید فکر کنید که اگر که این کارو کنم اینطوری میشه، این سناریوها رو بررسی کنید. انسان که نمیتونه سناریوها رو بررسی کنه. فکر کردن خوبه، برنامه‌ریزی کردن خوبه، ولی این در حال زندگی کردن، حالا با تکنیک های مختلف، با نمیدونم مسائل مختلف که خب بله تکنیک های آرامسازی بسیار مهمه، مثل مدیتیشن، مثل نمیدونم مایندفولنس. من خودم مایندفولنس تدریس میکنم، بسیار مهمه. حالا اگر دوستان شما علاقه داشتن، من در آخر ماه ژانویه هم یک چند روزی استانبول هستم، سخنرانی اونجا دارم.
بله. خیلی هم عالی، از مرسی شما هم از واقعا. همینجا دعوت میکنم حتما ممنونم، تشریف بیارید. حتما حتما با بله، کمال و میل. اونجا این صحبت ها رو خواهیم کرد. موضوع برنامه‌مون هم اتفاقا همین حوزه اضطراب و استرس و مسائل خلقی من مثل افسردگی خواهد. حتما توی پیجم اعلام میکنم مرسی، حضورتون رو که مرسی، بچه هم اگر تا جایی که هستن مرسی. استانبول هستن حضور پیدا کنم. من برم سر سوال بله، سوال بله، بعدی. این خب کشی ها خیلی وقتا هم واقعا بد نیستن، انگار یه قوایی، یه نیروی محرکی برای این که بتونیم بیشتر واقعا از جامون پاشیم و اون کاری که مرتبط با ارزش هامونه، بله. معنا واقعا به زندگیمون داره، حرکت بکنیم. به نظرتون وقتی این سوال به ذهنمون میرسه چطور میتونیم باهاش روبرو بشیم و ازش یه نیروی محرکی برای رشدمون بسازیم؟ بله، ببینید این سوال، حالا من نمیخوام بحث و انگیزشی بکنم، ولی حالا شما اون شوخی رو کردید، گفتید مثلا بحران 30 سالگی و اینها. اتفاقا بحران، من گفتم اینم بگم، بحران در روانشناسی چیز بدی نیست. خب اینو خواستم بهتون بگم و به دوستان. یعنی اون کرایس یا بحرانی که ما مثلا در رابطه با اقتصاد درباره‌اش صحبت میکنیم، یا بحران مثلا طبیعی فیل میاد و اینها، در روانشناسی و علوم اعصاب ما بحران ها رو خوب میدونیم. چرا خوب میدونیم؟ به خاطر اینکه در این بحران ها هستن که این سوال ها اتفاقا سوال میشه و مطرح میشه و انسان ببینید بیشتر به خودش شروع میکنه که من کیم، من چیم، برای چی اینجام. مثلا اولین بحرانی که بسیار مهمه و تأثیر دقیق و مستقیمی در رشد مغز داره، بحران بلوغ دیگه. ما دیگه از بحران بلوغ بحران دیگه ای نداریم، یعنی بزرگتر از این، مهمتر از این. خب در اون بحران چه اتفاقی میفته؟ مغز براش چه اتفاقی میفته؟ قسمت پیشانی مغز در حال رشد، انسان خودشو دیگه میخواد بشناسه، از دیگران، از پدر مادر جدا ببینه، روابط اجتماعی رو تجربه کنه و خیلی از مسائل دیگه. حالا اون بلوغ رو نمیخوام واردش بشم. به همین دلیل اتفاقا یکی از مسائلی که انسان در این بحران‌های حالا سنی هست، نمیدونم بحران پس از نمیدونم بعد از زایمان میتونه باشه، منظورم افسردگی نیست، بحرانه. یعنی انسان یه روزی میگه برای چی من دارم چی کار میکنم، برای چی اومدم بله. اینجا، برای چی رفتم این رشته رو خوندم، برای چی این کارو کردم. این برای چی ها، اینا رو میشه به عنوان اینی که خب من الان در یک، یعنی بعد آگاهانه به این مسئله فکر بکنه که خب خیلی طبیعیه. ببینید خیلی از من در حدود فکر میکنم 3 تا پست و بیشتر حدود 30 تا جمله در اینستا پست کردم در رابطه با اینکه چقدر اتفاقا این مسائل برای در روند زندگی انسان طبیعیه که آدم این احساسا بهش دست بده، این سوالا براش بیاد. و اگر اینها رو فکر کنه که خب نه اینا خیلی طبیعیه، من دارم دیوونه میشم، من به جایی نمیرسم، اینطوری نباید برخورد کنه. اون پاسخش به این سوال ها باید اینطوری باشه. حالا ما نمیخوام بگیم باید چون مسئله فقه یا اصول علوم اخلاق نیست، نصیحت نمیخوام بکنم. منظور از این باید ها اینه که یک روش میتونه این باشه که آدم بیاد بگه که خب من الان این سوالا برام داره پیش میاد، چطوری میتونم برنامه‌ریزی بکنم برای درک این سوالا، برای فهم این سوالا. و یک مسئله بسیار مهم، خیلی برام مهمه اینو بگم، و اونم اینه که یکی از مهمترین مسائل و مهارت هایی که انسان باید بهش توجه بکنه، مهارت گرفتن کمک، که متاسفانه ما این رو در، حالا نمیخوام بگم فرهنگمون، شاید در تعلیم و تربیتمون، فرهنگمون، کشورمون یه خورده خوب نمیدونیم. یعنی نشونه ضعف میدونیم که ما بیایم مثلا بگیم ببینید دوستان عزیزان، من الان در این اتفاقا داره برام میفته. کسی تجربهشو داشته؟ به نظر شما از بیرون به من نگاه میکنید، چطوری من رو میبینید؟ خب شما یک دیدگاهی به خودتون، یه دیدی به خودتون دارید، دوست دارید بدونید الان دیگران، یه دفعه شما میبینید اصلا دیگران اینطوری شما رو نمیبینن، که شما خودتو داری مثلا صبح تا شب تخریب میکنی، من به جایی نرسیدم، من بیچاره شدم، من بدبختم، من بیریختم، من چاقم، من نمیدونم، تمام این خود تخریبی ها، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. و این مسئله دیگه هم اینه که علوم روانشناسی نشون میده اصلا دیگران اینقدر به ما فکر نمیکنن.
که ما فکر میکنیم. دقیقاً. خیلی ما کمتر ارزش داریم از برای وقتی که دیگران. سوشال مدیا اومده خیلی چندین برابر قبل همه دارن به این فکر میکنن از بیرون چه شکلی هم، از بیرون چه شکلی به بله نظر میرسم. یعنی همش دارن خودشون انگار بله دیزاین میکنن برای اینکه عموم چه دیدگاهی نسبت بهشون دارن. هم نه، عموم واقعا وقت ندارن اونقدر به ما فکر کنن، همین اصلا که وقت واقعا ندارن. درونمون چه، یعنی اون دقیقا اون ارزشه اینجا پیدا میشه، اون بیرون اومدن دقیقاً چیزایی که در نهایت دقیقاً. هیچ میشه. و بعد ببینید من خیلی از دوستان میگم خب هی شما میگید نمیدونم ارزش رو پیدا بکنید و اینا، خب چطوری؟ خب کمک بگیرید، چه اشکالی داره؟ این مهارت کمک گرفتن، حالا همیشه هم نباید یک متخصص باشه، یک بزرگتر میتونه باشه، کسی که یک راهی رو رفته. هیچ اشکالی نداره انسان از افرادی که یک راهی رو رفتن کمک بگیره، دقیقاً. برای اینکه بتونه با این افکارش، با این عواطفش در اصل جوری کنار بیاد، راه حلی انتخاب بکنه که این راه حل درش فعال سازی رفتاری باشه. توجه میکنین؟ یعنی در حرکت باشه. ما یکی از مشکلات اساسیمون اینه که خیلی از انسان‌ها در تصورات، رویاها و ذهنیت زندگی میکنن و این دقیقاً. خطرناکه، خیلی خطرناکه. نگه اینکه شما فکر نکنید، ریفلکشن نداشته باشید، ولی اینها باید تبدیل به رفتار بشه، به حرکت بشه. به چه شکل؟ سر شما و دوستانم من درد انقدر آوردم. دارم لذت میبرم، یعنی انقدر دارم جواب سوالامو خواهش می‌کنم. میگیرم، اینکه واقعا به خواهش چه می‌کنم. شکل بتونیم، این مهمترین سوال من واقعا، به چه شکل بتونیم این داستانا رو به بهترین شکل ممکن، این سوال رو به بهترین شکل ممکن بکنیم، قوای خودمون اینو یه جنبندی بکنیم. من برم سر سوال آخر. بله ببینید، جنبندی اینه که اولا ما باید ببینیم که برای چی در این دنیا هستیم. نمیخوام بحث و فلسفی بکنم ولی یک ایماژ ما از بودن در این زندگی چیه. خب بعضیا ایماژشون از زندگی اینه که مثلا اینه یه بازاری میمونه، همش باید برنده بشن. توجه میکنید؟ خب ما بعضی بازنده میشن افسردگی میگیرن چون زندگی شما همش روش برنده. بعضی ایماژشون از زندگی اینه که مثل جنگه، همش باید بجنگن. خب شما اگه بخواید با زندگی بجنگی، اولا ممکنه قدرت نداشته باشید ببازی در جنگ، دوما ممکنه که اصلا اون دیدگاه رو پیدا بکنی که خب یه چیز، شما با دشمن میجنگی، زندگی که دشمن نیست. توجه میکنید؟ بعضی ها با زندگی میشه گفت یه جوری دیگه رفتار میکنن، مثل شطرنج، مثل استعارهای مختلف. من فکر میکنم یکی از مسائل اصلی اینه که اصلا ما به این مسئله بپردازیم که برای چی هستیم، ارزشامون چیه. توجه میکنید؟ یکی از مسائلی که خب ما در مینینگ میدونیم اینه که کمک کردن بسیار خوبه، یعنی در این مینینگ یا اون معنا دادن به زندگی انسان از دیدگاه تکاملی و علوم اعصاب یک تاثیر مثبتی داره. کارهای خیر کردن، کارهای داوطلبانه کردن. من به همه پیشنهاد میکنم نه همیشه به خاطر دیگران، حتی اگر شده به خاطر خودتونم کارهای داوطلبانه بکنید. خیلی به من میگن آقا تو مثلا اصلا به این پیج نیاز نداری، کار زندگی تو داری، وقت تو میذاری. من میگم من دوست دارم این کار به من لذت میده که من بیام صحبت بکنم. اتفاقا به همه میگم من هیچ مشاوره نمیدم، هیچ درآمدی هم ندارم. چون مثل این میمونه که چون علم نشون داده که شما وقتی که از بغل یه گربه رد میشید گشنه است، حالا شما هم در ترکیه سگ و گربه خوشگل زیاد دارید تو خیابون، قبلا فکر میکردن که خب انسان خیلی موجوده پرمحبتیه که هر کسی رو میبینه به همین گربه ها غذا میده، میگه آخ سگه مثلا بهش غذا بدیم. ولی امروزه علم روانشناسی نشون میده که اتفاقا انسان برای نیازهای خودش این کارو میکنه. یعنی ما بیشتر از این که نیاز داشته باشیم به دیگران کمک کنیم، نیاز داریم که این حس خودمون در از تجربه کنیم. خب دنبال این معنادار بودنه باید رفت، ارزشامون رو باید پیدا بکنیم، ببینیم کمک بگیریم. یک، دو، تلاش، هدفمندی، تلاش. من همیشه میگن میخواید مغازه بخرید سه چیز مهمه: لوکیشن. در زندگی هم سه چیز مهمه: تلاش. این میونبر زدن ها، این افرادی که یک شبه به یه جا میرسن، زندگی کلن از دیدگاه علوم روانشناسی، علوم اجتماعی، خیلی قدم به قدم میره جلو و خیلی سلسله مراتبیه. اینو باید پذیرفت. سوشیال و مدیا نسل ما رو
بی صبر کرده، صد واقعا درصد هیچ خب صبری واقعا نداریم، ببینید فقط من میخوایم سریع برسیم صد پر اصل صد مطلب. درصد ببینید من چند روز پیش ویدیو دیدم یه آقایی در یه هتلی یه چندین هزار دلار در دستش بود، گفت ببین من انقدر پولدار شدم یه شب الان اینا رو میریزم دور، بعد ریخت دور. خب من و شما به یه سنی رسیدیم، به یه بلوغ فکری ذهنی رسیدیم، میدونیم که ماجرا چیه. ولی یک جوان 17 18 ساله چی فکر میکنه؟ ما توجه به من میکنید؟ چرا نرسیدم، پس من کی میرسم بود راه اصلا کی بریزم. میرسم و بعد تلاش کنم، حالا درس بخونم، بعد اه. کنکور بدم، بعد اون همه سال، بعد این همه سال اینا. و سومین چیز اینه که یادتون نره یکی از مسائل مهم زندگی اینه که سطحی زندگی کنید، همیشه عمیق زندگی نکنید. یه کارایی بکنید که فقط بخندید، کارایی باشه بچگونه باشه، یه کارایی بکنید که فقط لذت توش باشه. این سه تا چیز اگر رعایت بکنه آدم و اون حداقل هم باشه، من فکر میکنم بشه که یه جورایی زندگی رو به حد متوسط برد جلو. خیلی هم عالی. برای سوال آخری، سوال سخت میخوام ازتون بپرسم. میدونم که سوالی که میخوام بپرسم واقعا انقدر گسترده است، یک جوابی برای یک جواب کلی نداره. از دیدگاه شما خب که چی واقعا؟ بله یک خب ببینید که چی رو جواب بدیم به ما. خب که چی بله شما چیه؟ بله ببینید من سوال خوبی بود، شما سورپرایز کردین امشب منو. اه، من فکر میکنم انسان دو راه داره، یعنی خودم به این نتیجه رسیدم. یا زندگی نکنه، یه کوچولو اینترنتتون داره بد میشه، تصویرتون داره میپره اگر. اینترنت هم خب الان فکر میکنم خوب شد. بهتر الان شد. شد. بهتر شد الان، بهتره بله فکر بله، کنم. بله الان بله بهتر. بله. بله اه، بفرمایید. ببینید من هم به عنوان یک انسان مثل همه انسان‌های دیگه این پروسه رو گذروندم. پروسه ای که فکر می‌کردم خیلی باید دیده بشم، خیلی باید جلو برم، باید خودم با دیگران همه این پروسه‌هایی که هم من میشناسم هم شما. توجه درسته. میکنید؟ ولی خب همین سوالهایی که خب شب مطرح کردیم موجب این شد که من هم به این نتیجه برسم که اگر بخوام یک زندگی بکنم که درد و رنج یا رنج توش کم باشه، دردها چون زیادن، درسته. مثل درد از دست دادن عزیزان، دردهای دیگه، درد طرد شدن، طرد کردن، دردها زیادن، ولی اینکه ما اینا رو چجوری به رنج تبدیل میکنیم این دیگه انتخاب با خودمونه. به این نتیجه رسیدم چون سوال شما از من کردید که ببینید در درجه اول یک چیزایی رو باید پذیرفت، درسته. یعنی بهش ما میگیم acceptance. شما یک عمر، مثلا افرادی هستن یک عمر ناراحتن که میگن مثلا من چرا زوریخ تو سوئیس به دنیا نیومدم. خب نیومدید دیگه، این یک شرایطی من به این نتیجه رسیدم که انسان باید شرایطی که از کنترلش خارجه رو بپذیره. حالا درسته. دوستان فکر نکنن من اینجا صحبت سیاسی نمی کنم که شما هر شرایطی رو بپذیرید. دارم صحبت در از دیدگاه علم علوم اعصاب میگم. مثلا شما در یک خانواده به دنیا آمدید اینطوری بوده، درسته. شما در یک شرایطی بودید اینطور، اینا رو این انسان تا با اینها کنار نیاد خیلی رو به جلو رفتن سخته، بله. خیلی سخته. و مسئله بعدی مسئله همین ارزش هاست که چه چیزی برای من مهمه. من دوست دارم یک تکنیک اینجا بهتون میگم، به دوستانم اینو امتحان بکنن و یک واقعا تکنیک خوبیه، من خودم استفادهش کردم. شما دوست دارید مثلا به امید خدا در تولد 90 سالگیتون فکر کنید تمام دوستان خوبتون رو دعوت کردید، دوست دارید اینا بلندشن در رابطه با شما سخنرانی بکنن، چی بگن؟ بگن شما چه جور آدمی بودی، بگن مثلا مانا تو خیلی پولدار شدی، خیلی در زمینه مثلا، حالا من چون میدونم شما در کار املاک هم بودید، مثلا شما همه برجای استانبول رو فروختید، نمیدونی یا نه دوست داری بگم مانا من واقعا از تو مهربونتر، از تو دوست بهتری ندیدم. من همین یک مثال بزنم. من یکی از دوستام امشب داره پرواز میکنه بره به آمریکای شمالی، برای من اسکرین شات یک چیزی فرستاد. این مسئله اصلا تحولی در من به وجود آورد که شما نمیدونید چیه. برای من یک اسکرین شات فرستاد که در اون تقاضای ویزای امریکاش اسم و
حامید و تلفن من رو داده بود برای اینی که اگر اتفاقی اونجا براش افتاد با من تماس بگیره. خب این برای من به عنوان شخص بسیار مهمتر از خیلی چیزای دیگه ای بود که ایشون مثلا الان بیاد بره مثلا بزرگترین کادو رو برام بخره. چرا؟ چون در راستای اون ارزشامه، چون همیشه دوست داشتم که دوست خوبی باشم. توجه میکنید؟ بله. امیدوارم که تونسته باشیم در این برنامه. میدونم که خیلی پراکنده صحبت کردم عالی و بود، خیلی عالی بود واقعا. یعنی از هر جا برامون گفتین، انقدر خودمونی و قشنگ و خوش بیانم گفتین که واقعا من که متوجه کامل واقعا صحبتاتون شدم. واقعا یه دونه لایو 1 ساعته خیلی کمه برای این موضوع که خیلی این بود. البته کمه. یک منم ساعت و ربع همیشه شد. من که مشکلم انقدر وقته. ما تو مبهوت بودم، اصلا متوجه نشدم که این تایم چقدر زود گذشت. ممنونم. من از همینجا ازتون خواهش ممنونم. میکنم که دعوت منو برای لایو های بعدی و موضوع های حتما. بعدی هم بپذیرید. حتما. ممنون از میدونم که شما، ممنون خیلی از مقدمه خوبتون، ممنون از دوستانی که کمک کردن، در حالا دوستان پشتیبانی که باشون صحبت کردم و ممنون از این گفتگو. امیدوارم که به درد دوستان خورده باشه. دیگه ببخشید اگر ما بالاخره در 1 ساعت نمیشه. این مسائلی که امروز عنوان شده بسیار پیچیده، بسیار گسترده است و ما یک جورایی فقط یک میشه گفت که پیش مثل اپتایزری بوده که به امید خدا در لایف های آینده اینها رو بازتر خواهیم کرد. خیلی هم حالی. منم از همینجا دعوت میکنم از تمام کسایی که اگر سوالی دارین لطفا برید تو پیج خود آقای دکتر ازشون بپرسید. شما میدونم کمک کردن دوست دارین یا مثلا یه پستایی بتونید تولید بکنین که واقعا به عموم کمک بکنه، خیلی ممنون میشم. باز ممنون هم از مرسی هم شما وقتی که خانم. گذاشتین ممنون. تا لایو بعدی که با ممنون. هم دیگه داشته ممنون. باشیم. خدا شب نگهدار. خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. متشکرم. مرسی. خدا خدا نگهدار. نگهدار.